این سیستم 118 میلیونی رندرینگ قوی ترین سی پی یو اینتل جهان رو داره. یعنی کورای 9 14500K که توسط کولینگ آروس واتر فورس 360 خنک میشه. رمش هم 64 گیگ با فرکانس 5600 از برند کورسیج سری ونجنس. حافظه‌ش هم خفن ترین SSD سامسونگ، یعنی SSD 1 ترابایت 990 پرو. تمام این قطعاتی هم که تا الان گفتم روی مادربرد Z790 DAC DDR5 از برند گیگابایت قرار گرفتن. کارت گرافیک این سیستم هم RTX 4060 دوال ایوو 8 گیگ از برند ایسوس. البته باید در نظر داشته باشیم چون کاربری سیستم رندرینگ و قرار ازش برای نرم افزارهای معماری استفاده بشه، تمرکز ما روی سی پی یو رم بوده بیشتر. پاورش هم همونجور که می‌بینین MSI A850 GL. خود کیس هم که از یه برند با کیفیت و تازه وارد توی بازار، لاجیک C353B. تو هم اگه یه سیستم گیمینگ یا رندرینگ میخوای نسبت بودجت و کاربریت بهترین پرفورمنس رو بگیری، میتونی با مشاور فروشمون در ارتباط باشی.